السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز الحمدلله میگیم که روز سوم ما در مکه است. این مهمانخانه ما که امروز ما تصمیم گرفتیم که یک چند جایهای تاریخی را رفت تماشا کنیم. الحمدلله دو تا حج عمره کردیم. انا که ان شاء الله خدا راضی باشه میریم چند جای تاریخی را خدا خواسته باشه چه میکنیم. این از مهمانخانه ما از ساعت یک کیلومتر دورتر است. خدا خواه پیگیری کنین، نوارا تا آخر تماشا کنین. ان شاء الله چند جا میریم شما را گپ میزنیم. فقط با دعا باشیم، ما داخلش ما دعا میکنیم. ان شاء الله هر اون نفر که عزم دعا طلب کردن دعاشون دعا کردیم و باز هم دعا میکنیم که خداوند حفظشون بکنه، دنیا و آخرتشون آباد و زیبا بسازه. این الحمدلله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کاکا جان خوب هستین؟ بخیر هستین؟ کاکا فوری ماشاءالله. هر سوالی داد با سوالش این مردک فیلم میسازه ان شاء الله. کم بس ما اگر اجازه باشه ما کم فیلمی کوتاه میسازیم. سلام علیکم حضرت. با کی نیست؟ خیر است. اسم شرفتان چی است کاکا؟ فاروق. فاروق. بله. چند سال شد که در اینجا کار فعالیت میکنید؟ 40 سال است اینجا. 40 سال است اینجا هستی؟ ای بارک الله. امروز شما آینه خطی هم اینجا هم؟ سن 7 سالگی در اینجا آمدیم. از سن 7 سالگی اینجا آمدیم؟ پدر مادر داریم. پدر مادر خطی آمدیم. ما از 47 ساله هستیم. 47 ساله هستیم. 40 ساله است که اینجا زندگی میکنیم. ای بارک الله، بارک الله، بارک الله. این زبان خوشا فراموش نکردیم. تازه رقم میزنه این چیز. زبان ما زبان دری است. زبان دری است. بله. از این گفتم میشه شما تاجیک هستید. بله. بارک الله، بارک الله. امروز الحمدلله ما کجا سفر میکنیم؟ ما را کجا سفر میبریم؟ سفر شما نه زیارت ها میرین دو تا زیارت ها کجاست؟ کدام از کجا سر میکنیم؟ خدا خواسته باشه. از جبل ثور گرفته، از غار ثور گرفته شروع میکنیم میریم عرفات ان شاء الله. ان شاء الله. بعد از عرفات جبل رحمت از عرفات رو میبینیم. مسجد نمره است در عرفات، مسجد نمره است. رو میبینیم. بعد از میایم بخیر با مزدلفه، مسجد مزدلفه، مشعر الحرام در مزدلفه میاییم. از اونجا بخیر میگردیم به مینا میاییم. از مینا بخیر بر میگردیم در چی جمرات ان شاء الله. جمرات میبینیم. بعد از میریم در غار حرا را میبینیم. باز میگردیم ان شاء الله طرفی حرم میاییم یا گسیسه میگردیم زیارت را. خب ان شاء الله هر کجایی که میریم خدا خواسته باشه اونجا را کم تاریخش گپ میزنید. ان شاء الله خود شما علم داشتیم میفهمید ان شاء الله. نه با زبان خوش شما وقتی که شما که 40 سال در اینجا زندگی کردین کار فعالیت کردین چیزی که ما رو بیشتر میدونین ان شاء الله. اگر چیزی که در چیزی ما بود ذهن ما بود براتون میگیم ان شاء الله. چیزی که میفهمیدیم. خب ما را هم سفر باشید ان شاء الله. ما رفتیم این کوه ثور این چیزی که میبینید وقتی که حبیب خدا صلی الله علیه و سلم مشکل عرب سر کردن همراه ابوبکر صدیق آمدن همه کوه ثور جایگاه شدن 3 روز همینجا الحمدلله. یک چوپانی میگه گوسفنداشو بانی میکرد هر گاه ما رو اینا نگاه کنید که اینجا ایستادگی به خاطر چی؟ به خاطر همو حجوی محترم پیش باز میگیرن یگان چیز لازمه را میگیرن اینجا آب یگان چی الحمدلله میگیرن میرن. اینا این کوه ثور برادر شیرین. ان شاء الله وقت کشید میریم لیکن میگه برآمدنش قریب تا 2 ساعت هم تا میبریم میگه غاری صبر در هم بلوش خدا خواسته باشه. خیلی اگه وقت اگر چشید امروز که راه بلدمان وقتش کمتره با هم خاطر اون وقت میبریم خدا خواسته باشه. کاکای فاروق اینجا شما 40 سال زندگی میکنید مقیمی دارید یا ندارید؟ نه مقیم ما با اقامه زندگی میکنیم. با اقامه زندگی میکنید؟ بله. گراژی را نمیتونه اینجا نمیتونه نه. گراژ کسی را نمیتونه. حتی اولادای ما را ندادن. من اینجا تولد شدم. در 40 سال که شما را نداده باشن کی دیگه میتونن؟ نمیتونه. 100 سال پیش یک دفعه داده دیگه 100 سال پیش. بعد از 100 سال طرف نداده کس. اینا اگر در روسیه اگر که ما زندگی میکنیم خود از 3-4 سال ما در اقامه گراژدانی میتونیم همه را میتونیم. این چیز است که گوش کنین یک چیزی است. کدام کشور اسلامی را دیدین هیچ کس در زمین کافرا میتونه. هیچ کشور اسلامی نمیتونه. هر جایی که کدام کشور اسلامی که شما برین نمیتونه. الا اروپا و امریکا و روسیه اونا میتونه.
این به این خاطر میگه اسلام به ذات خود ندارد عیبی. هر عیبی هست از مسلمانی. از مسلمانی ما. یعنی سعی کنیم در هر کشوری که در هر کشور اسلامی شما اگر مراجعه کنیم نمیته هیچ کدوم میشه نمیته. یعنی اینجا کسی زمینجا بسیار سخت شد رفت تا ازبکستان و تا تاشکند میشه. 5 سال است اونجا است. سال گریجلیش نگرفتن. نه. ای کار فعالیت میکنه که اینجا بسیار هندوس هستن و پاکستان هستن اینا هم ندارن. نه اینا همش با اینا رو شرکت ها میارن. شرکت ها آدم میارن به خاطر کار. به خاطر مهنتشان میارن. باز اینا مقصد امو آیلقی از اینا کم است. مقصد هم جای اوقات همش تامین میکنن وقتی رفتن ده اگر پس در ملکشان برای 2 ماه 3 ماه که میرن بلیتشان رفت آمد همش میتن اما 2 ماه 3 ماه که در ملکشان ماند اون وقت هم امو آیلقشان کنده نمیشن است. این خوار سور ما خواستیم که برای چند ساعت بود برآمدنش؟ ساعتی از برآمدن از فقط 2 ساعت میبرین 1 ساعت 3 ساعت رفته میایین دیگه. ان شاء الله یگان وقت مناسب شد ان شاء الله میریم. اونجا فقط اگه برینم 1 وقت میتونن از پس نمیمونه این حالی. کی اومدن؟ بامداد بعد بامداد اگه برین شما یکی سلقین است. فهمیدین؟ سلقین است. اونجا 1 روز کنم 1 روز زند اونجا مقصد دمو غار ثور. باز شما مثلا غار ثور یا غار نور به بالا رفتن 1 روز اردوش هم نمیتونید. غار نور غار هرات است. غار نور غار هرات است. هم غار هراست. غار هرا میگه جبل نور. جبل گفته در عربی کوره میگه. جبل کوره میگه. فهمیدین؟ به خاطر از امر جبل نور در عربی میگه ما شما غار هرا میگه. قرآن کی نازل شده است. قرآن کی نازل شده بله بله. اونم کو است. باز در 1 روز اردوش شما بالا رفتن نمیتونه. شما در 1 تیرات آدم زله میشه خسته میشه. جبل نور حتما کی باید بریم خاطر که اونجا قرآن ما نازل شده. یگان روز صبح شما نماز صبح خون یکیش برین باز 1 روز دیگه در اونش دیگهش برین. 1 روز اردوش نمیشه. چرا ما 1 روز کسی گفتن که اردوش 1 روز میتونیم نتونستن. در 1-3 ساعت میریم میاییم خلاص خسته میشی دیگه. کاکا فاروق شما بگین که اینجا چی مکان است؟ این عرفات است. این جبل رحمت میگن. ها که ما میریم جبل رحمت است. اونجا مسجدی که دیدیم پیشتر دیدیم مسجد نمره است در عرفات است. خطبه امروز عرفات اونجا میشه. فهمیدین؟ این عرفات است. یکی از فرایض حج یعنی عرفات است. حج 3 فرض داره. حج فرضی 3 فرض داره. یکیش اینمی است که حج فرضیش یکیش اینمی اساسش اینمی الحج عرفه میگن. الحج عرفه. دیگه از کدامی از این مثلا از سنتایش از صحابایش که ای پیشتون که میره آدم یک دم بکشه میشه حج. لیکن این ای پیش آدم رفت دم هم نمیشه. فهمیدین؟ این میره که گرفتن نتونست اگر حجش پورا نمیشه. میتونه بعد از نماز فجر میایند اینجا تا شام اینجا میباشن اقامت میکنند اینجا. بله فهمیدین؟ یکی از فرضاش از نماز فجر اینجا میایین تا شام اینجا صاد میشین. یک آدم دیر میایه 1 ساعت هم توقف کرد حجش میشه. بله فهمیدین؟ برادران عزیز ارجمند اگر که شما میبینید من نامرای همین کاکا فاروق هم میمونم. شما در تاریخ شناس اینا 40 سال است که در اینجا کار فعالیت میکنن. اگر که شما بیاین یک 5-6 نفر بشین موتور داره یک ماشین خوب داره شما میتونید که زنگ بزنید 1-3-4 روز پیش اینجا بران بکنین و شما را این همه جای همین جای تاریخی جایی که زیارتگاه ها هستن ان شاء الله برای شما چی میکنه همه را گفتم میدیا و آوردم نشان ان شاء الله این روز که و هست حاجی‌ها بسیار میبینیم که اینجا بسیار هست. آقا فاروق اینا برای چی میان این حج؟ اینا همه ایشون به خاطر زیارت میان. ها به خاطر زیارت میان که میره ببینن دیگه. اگر جای مقدس است. فرضیش کشید اینجا آدم بسیار پول میشه بسیار میشه ها. بعد از اینجا اساس اینجا کی است؟ امی مستجاب شدن دعا است. مستجاب دعا است. دعا یعنی میگه مستجاب میشه میگه بهتره. هر چیزی که از الله کی خواستی دعا یعنی میگه مستجاب میشه میگه. باز مستقل مستجاب میشه اینجا. بهترین. فهمیدین؟ حالا ان شاء الله ما بالا میریم. حالا میریم ان شاء الله. یک نشان ده بالا رو نگاه که مردم بسیار عرفات اینجا بسیار زیارت اومده هستن انسان ها هستن از ان شاء الله میریم شما رو بالا نشان میدیم. همین ها پر میشه همینجا. اینمی درخت‌ها رو میبینید؟ اینمی دشت اینمی رقم گرفته اینمی صاحب همش عرفات. امروز عرفات اینجا هم آدم پر میشه. 6-7 میلیون آدم
دمیجه جای به جای میشه. اصلا خونده میخوری. این مسجد کدام مسجد؟ این مسجد نمره است. مسجد عرفات دیدی؟ من همیشه هستم. اون پایه مسجدی مون بالا. نه پیش مسجد نمره است. شما میتونید نماز عصر بخوانید؟ خب خیره. بخیر نماز ان شاء الله. بهترین دسته. بعد از اون یک چیزی رو گوش کنین باز نمازتون خوندین اونم پیشتر برین سر سنگ بشینین رویتون به قبله بگیرین اینمی قبله است باز هر چی که از الله که خواستین دعا کنین بس اینجا معلم بسیار بدعت میکنه که اینا بدعت است فکر دانه بگیرین خرافات است اینا دست غلط است من چند نفر براشون گفتم نشنیدن مرا کار خودت بکن این حرام است این بوسه میکنی این سنگ اگر یک چیزی جور میشید گپ میزن این چیز یک سنگ تو ما فقط یعنی میشه باز نماز خوانید رویتون رو بخوانید خالق کلام جبر این گپ همش خرافات است عرفات وقتی که حج فردی میشه همین دشت و بیابان همش 7 8 میلیون 9 میلیون 10 میلیون آدم میشه خوش به حالش نگه مادرها اینجا نماز خوندن الحمدلله باز ما ان شاء الله خدا رضا باشه یک نماز میخونیم خدا خواهد یعنی اینجا اصلا نماز بخونیم ان شاء الله یک دعا فاتحه میکنیم یک دعا میکنیم دعای خیر در حق تمام مسلمان ها ان شاء الله دعا میکنیم در حق تمام غریبات در حق تمام برادرایی که در هر گوشه و کنار دنیا هستند ان شاء الله ذوالحجه میایین در مینا 8 ذوالحجه 5 وقت نماز در ذوالحجه خوانده میشه بعد از میرین عرفات از عرفات روزش در عرفات میباشین از صبح تا عصر تا شام یعنی شام در مزدلفه میایین یعنی مزدلفه است در اینجا میایین شام خفتن در مسجد خوانده میشه یک جای همین خوانده بشه شام هم وقتش دیر میشه به وقت نماز خفتن شام هم خوان اول شام میخونین باز خفتن در اینجا تا صبح یعنی میشه عبادت میکنین کسی که عبادت میکنه دعا میکنه هر چی میکنه یعنی شب در اینجا استادن یک شب واجب است واجب است واجب است فرض عرفات فرض است اینجا استادن یک شب واجب است بعد از اینجا شما پشت سر وال مسجد شروع نشان میتون اینجا سنگچیل میچینین سنگ میچینین مثلا 150 49 سنگ این سنگ گرفتن نماز فجر که خواندین اینجا باز حرکت میکنین طرف مینا پس در مینا میرین آخر مینا دا شیطان سنگ میزنین این تاریخی ازی است اینجا اقامت در اینجا واجب است جو شیطان سنگ زنی نزدیکی نه بعد از مینا است نمی خشم ما سنگ میزنیم خشم ما ان شاء الله میریم فهمیدین اینه میگه مزدلفه اینجا یک شب میگذرونین روزش در عرفات شنیدین نه امکیا روزش در عرفات شبش در اینجا مسجد مزدلفه است یعنی میدان یعنی دشت رو میبینید بله یعنی دشت و میدان همه یعنی اینا آدما میشه یک شب سفید آدم پر میشن کوه همینجا یک روز اینجا آدما میشه از یک شب و اینجا مینو های چه خیلی که میبینید خیمه ها را در حج فرضی وقتی که حجیو میان از مزدلفه اینجا میان الحمدلله یک 3 روز خوب میکنن باز با ان شاء الله اینجا را کمک کاکا جان یک کمک تاریخ شو بگو کی با گوش بکنیم تاریخ از ایران مینا میگن بله اینجا استادن در اینجا سنت است بله یک روز پیش از عرفات در اینجا میباشی باز از عرفات مزدلفه برگشتی 2 روز دیگه اینجا میباشی اینجا 3 روز میباشی آجا میره شیطان سنگ میزنن میان اینجا میخوابن همون 3 شیطانی که شما 3 برزن اول 1 2 3 شیطان هم 3 شیطان روز اول که میزنی سنگ از مزدلفه میایین شما میایین سنگ میزنین روز اولش خلاص شد روز اول عید قربان روز دوم باز میایین اینجا میخوابین روز دوم میایین اینجا سنگ میزنین روز اول عید قربان یا شیطان کلان یک شیطان سنگ میزنین روز دوم شیطان کلان شیطان میانه شیطان خرد هر سه سنگ میزنین این خیمه ها که میبینین نه حوض زندگی نمیکنن کس نیست برای حج فرضی باز روز سیم هم میرین اینه میره هر سه سنگ میزنین روز سیم 7 سنگ روز سیم 21 21 دیگه روز سیم هم 21 یکم 50 49 اونجا گفته بودی باز اگه کجا میریم با چی شما تفسیر شما چرا کجا میریم تماشا اینو تماشا کنیم بخیر میریم در غار هیرا میریم جبل نور بریم فرمایید فهمیدین ان شاء الله اینجا 3 روز خواب میشه آجیا 3 روز یک روز پیش از عرفات 2 روز بعد از عرفات این مسجد خیف به نام مسجد خیف یاد میشه مسجد میناست فهمیدین اینجا روز
عید امو خطبه نماز عید دیگه خوانده میشه. ایدی یکم عید قربان. قربان. اگه شما ما بگین که جبل نور ده قربانی را کشته میشه و یا که نه قربانی دمیجه کشته میشه قربانی نه دیگه نه اون کشتارگاه است اصل خود دیگه است لیکن حال دیگه نمیمونه کشته اینجا کشتارگاه است میره کشتارگاه میکشی گوسفند میگیری همونجا میکشی خیر میکنی ان شاء الله فهمیدی بارک الله ان شاء الله های میریم ان شاء الله جبل نور ان شاء الله ما را پیگیری کنیم. برادران عزیز ما امروز ما جبل نور را اسپید نکردیم مقصد که ان شاء الله یک روز دیگه دماندیم خاکا جان امروز که شب شد نتونستیم اسپید کردن شام نمیمونه برای شام برآمدن نه بسیار مشکل است اونجا برآمدن خود 2 3 4 ساعت گفتیم نه 3 ساعت 2 ساعت میبره 1 ساعت فرو میاد ان شاء الله یک روز دیگه ان شاء الله اینو حتما نشون میدیم شما را در الله میسپاریم ان شاء الله ما حرم اومدیم این حرم در نگاه کنید که بسیار مردم الحمدلله بله آدم رفته سگ خدا خدا خواند آگو میشه شب جمعه است این شب جمعه است ان شاء الله فردا جمعه را اینجا بسیم ماشین است پروپکر ولی جای نیست که شما رو تا کنیم استاد کنیم خب خیر است ان شاء الله کاکا جان شما را دعا می‌کنیم که خداوند برکت بده این که روز در خدمت ما بودید ان شاء الله الله برکت تان خدای یار مددکارتان سلام علیکم و رحمت الله